من میخوام برم رأی بدم. چرا؟ واقعیتش که قیمت گوشت 700 تومنه. نه، میخوام بره بالاتر، بره بالا 1,000,000. واسه تو میگم قیمت خونه پایینه، خیلی پایینه، باید بره بالا بالا بالا. تورم 50-60%، میخوام بره روی 300-400%. کمه دیگه. واسه تو میگم ارزش پول ملی خیلی بالاست، باید بیاد پایین، اصلا بیاد کف کف کف. پاسپورت، آره راست میگیم، پاسپورتون خیلی ارزش داره. میخوام یه کاری کنیم بریم رای بدیم یه طوری بشه که دیگه افغانستان هم رامون ندن دیگه. جونم واسهتون بشه که خیلی چیزا هست. به خاطر این چیزا هم دروغ، کم دروغ میگن مسئولین، به خاطر این بیشتر دروغ بگم میخوام برم رای بدم.